شاید تا به حال از خودتان پرسیده اید چرا بعضی افراد هر چقدر تلاش میکنن باز هم به اهدافشون نمیرسن، اما برخی دیگه به نظر میرسه که با شانس یا استعداد طبیعی همه چیز براشون آسونه. حقیقت اینه که موفقیت اتفاقی نیست و ربطی هم به شانس نداره. موفقیت نتیجه تصمیم‌ها، عادت‌ها و روش تفکر شماست. برایان تریسی یکی از بزرگترین مربیان و نویسندگان حوزه موفقیت و توسعه فردی، طی دهه‌ها تجربه و تحقیق 12 اصل رو شناسایی کرده که اجرای مداوم اونها میتونه مسیر زندگی شما رو به کلی تغییر بده. در این ویدیو ما این 12 اصل رو بررسی میکنیم و با مثالها و تمرینهای عملی شما رو به سمت موفقیت هدایت میکنیم. اصل اول، مسئولیت پذیری کامل. برایان تریسی میگه لحظه‌ای که مسئولیت کامل زندگیت رو بپذیری، زندگی تغییر میکنه. مسئولیت پذیری یعنی قبول کردن اینکه نتایج زندگی شما حاصل تصمیم‌ها و انتخاب‌های خودتون هست. افراد ناموفق همیشه دنبال مقصر می‌گردن. شرایط، خانواده، اقتصاد، دولت، گذشته یا دیگران. اما افراد موفق باور دارن که هیچ کس جز خودشون نمیتونه آیندهشون رو بسازه. تصور کنید امروز با مشکلی روبرو شده اید. 2 راه پیش رو دارید. بهانه بیارید و دیگران یا شرایط رو مقصر بدونید، یا مسئولیت رو بپذیرید و اقدام کنید. انتخاب دوم قدرت و کنترل زندگی رو به شما برمیگردونه. وقتی مسئولیت کامل رو میپذیرین، ذهن شما از حالت قربانی خارج میشه و شروع به جستجوی راه حل‌های واقعی میکنه. تمرین عملی. امروز هر موقع فکر کردی کسی یا چیزی باعث شکستت شده، توقف کن و از خودت بپرس من چه کاری میتونم انجام بدم تا این وضعیت بهتر بشه؟ این ساده ترین و در عین حال قدرتمندترین قدم برای تغییر مسیر زندگیه. اصل دوم، وضوح هدف. برایان تریسی میگه موفقیت یعنی داشتن اهداف مشخص و حرکت مداوم به سمت اونها. افرادی که به اهدافشان نمیرسن اغلب میدونن چه نمیخوان، اما نمیدونن دقیقاً چه میخوان. ذهن بدون هدف سرگردانه و به آسانی توسط ترس، حواس پرتی و شرایط کنترل میشه. در مقابل، افرادی که اهداف واضح دارن، هر روز قدمی کوچیک اما مؤثر در مسیر موفقیت برمی‌دارن و انگیزشون رو حفظ میکنن. برایان تریسی تأکید میکنه که اهداف باید مکتوب، واضح، قابل اندازه‌گیری و دارای زمانبندی مشخص باشن. نوشتن اهداف آنها رو از یک آرزو به یک تعهد تبدیل میکنه و ذهن ناخودآگاه رو فعال میسازه. تمرین عملی. 5 هدف اصلی خودت رو بنویس و برای هر کدوم یک زمان مشخص تعیین کن. هر روز صبح یا شب اونها رو مرور کن و پیشرفتت رو ارزیابی کن. سوال برای تأمل: آیا اهدافی که تعیین کرده‌ای واقعاً نماینده آن چیزی هستند که می‌خوای؟ اگر نه، امروز تغییرشان بده. وقتی وضوح هدف داشته باشی، مسیر موفقیت روشن میشه و تصمیم‌های روزانت با تمرکز و انرژی بیشتری گرفته میشن. اصل سوم، نوشتن اهداف. برایان تریسی میگه آنچه نوشته می شود به واقعیت تبدیل می شود. نوشتن اهداف آنها رو از یک آرزو یا فکر مبهم به یک تعهد روشن و ملموس تبدیل میکنه. افرادی که اهدافشون رو مکتوب میکنن شانس بیشتری برای موفقیت دارن،
زیرا ذهن ناخودآگاهشان روی آنها تمرکز میکنه و تصمیمها و رفتارهای روزانه‌شون رو با آنها هماهنگ میکنه. برایان تریسی توصیه میکنه اهداف خود را با دست بنویسید، نه اینکه تایپ کنید، زیرا نوشتن باعث تقویت حافظه و تمرکز میشه و انرژی ذهنی رو برای رسیدن به هدف افزایش میده. علاوه بر این، مرور روزانه اهداف، انگیزه و تعهد شما رو حفظ میکنه و مسیر رسیدن به آنها رو شفافتر میکنه. تمرین عملی: هر روز صبح یا شب 5 تا 10 دقیقه وقت بذار و اهداف خودت رو مرور و اصلاح کن. این کار باعث میشه کوچکترین فرصتها رو از دست ندی و اقدامات روزانت با هدف هماهنگ بشه. سوال برای تأمل: آیا اهداف نوشته شده تو بازتاب واقعی آرزوها و ارزش‌هایت هستند؟ اگر نه، امروز آنها رو اصلاح کن و به تعهد خود نسبت به آنها پایبند باش. نوشتن اهداف اولین گام عملی برای تبدیل رویاها به واقعیت و پایه تمام اصول موفقیت برایان تریسی محسوب میشه. اصل چهارم: اولویت بندی و قانون 80-20. برایان تریسی میگه 80% نتایج شما از 20% فعالیت‌ها حاصل می شود. افراد موفق میدونن که همه کارها ارزش یکسانی ندارن. اونها انرژی و زمان خود رو روی فعالیت‌هایی که بیشترین تأثیر رو دارن میذارن و کارهای کم اثر رو حذف یا به حداقل میرسونن. این توانایی باعث میشه نتایج بسیار بیشتری با تلاش کمتر حاصل بشه. اولویت بندی به شما کمک میکنه تصمیم بگیرید که چه کاری واقعاً مهمه و چه کاری فقط وقت و انرژی شما رو میگیره. سوال کلیدی که باید از خود بپرسید اینه که اگر فقط یک کار انجام بدم که بیشترین تأثیر رو داشته باشه، اون چیه؟ تمرین عملی: فهرستی از کارهای امروز تهیه کن و اونها رو بر اساس تأثیرشان رتبه بندی کن. ابتدا مهمترین کارها رو انجام بده و کارهای کم اهمیت رو به بعد یا حذف کن. مثال عملی: اگر دانشجو هستی و امتحان مهمی در پیش داری، تمرکز بر مطالعه درس اصلی بیش از پرداختن به کارهای فرعی باعث موفقیت بیشتر میشه. با اولویت بندی نه تنها زمانت رو مدیریت میکنی، بلکه با انرژی و تمرکز بیشتر به اهداف واقعیت نزدیک میشی. اصل پنجم: قورباغه را قورت بده. برایان تریسی میگه اولین کاری که صبح انجام میدی سخت ترین کارت باشه. قورباغه استعاره‌ای از سخت‌ترین و مهمترین کار روزانه است. بسیاری از افراد موفق نمیشن چون کارهای دشوار رو به تعویق میاندازن و وقت خود رو صرف امور راحت و کم اهمیت میکنن. اما افرادی که اصل قورباغه رو رعایت میکنن، ابتدا با جسارت به سراغ بزرگترین چالش‌هایشان میرن و باقی روز رو با آرامش و انرژی ادامه میدن. این روش علاوه بر افزایش بهره‌وری، اعتماد به نفس و انضباط شخصی رو نیز تقویت میکنه. ذهن انسان وقتی سخت ترین کار انجام شد، احساس موفقیت و تسلط میکنه و انگیزه برای ادامه روز چند برابر میشه. تمرین عملی: هر روز صبح یک کار مهم و دشوار رو انتخاب کن و قبل از انجام هر کار دیگری آن رو انجام بده. حتی اگر کوچیک باشه، اثر روانی و عملی قابل توجهی داره. مثال عملی: اگر گزارش طولانی باید بنویسی یا تماس مهمی با مشتری دشوار داری، اون رو اول انجام بده. به جای تعویق انداختن، عمل کردن به این اصل باعث پیشرفت ملموس و کاهش استرس میشه. قورباغه را قورت بده و روزت رو با قدرت و تسلط آغاز کن. این یکی از کلیدهای اصلی موفقیت پایدار است. اصل ششم: انضباط شخصی. برایان تریسی میگه انضباط شخصی توانایی انجام کاری است که باید انجام بشه، حتی وقتی حالش رو نداری.
انضباط شخصی یکی از مهمترین کلیدهای موفقیت است. بدون آن هیچ هدفی پایدار نخواهد بود. بسیاری از افراد موفقیت رو به هوش، استعداد یا شانس نسبت میدن، اما حقیقت اینه که توانایی انجام کارهای ضروری و پایبندی به برنامه‌ها بزرگترین عامل تفاوت هست. انضباط یعنی بیدار شدن زمانی که خواب شیرین هست. ادامه دادن حتی وقتی انگیزه کم شده و انتخاب درست، نه راحت ترین راه را طی کردن. افراد موفق میدونن که موفقیت روزانه حاصل عاداتها و اقدامات کوچیک اما مداوم هست، نه تلاش‌های تصادفی و لحظه‌ای. تمرین عملی. امروز یک کار مهم که همیشه از انجامش تفره میروی رو انجام بده و حس موفقیت اون رو تجربه کن. این کار ساده اما قدرتمند اعتماد به نفس و اراده تو رو تقویت میکنه. مثال عملی: اگر هدفت یادگیری یک مهارت جدید هست، حتی 30 دقیقه تمرین مداوم در روز وقتی با انضباط انجام بشه، در طول زمان تغییر عظیمی ایجاد میکنه. انضباط شخصی پلی بین هدف و نتیجه هست. بدون آن حتی بهترین اهداف هم فقط آرزو باقی میمونن.